تصور کنید یه روستای کامل در سواحل آروم دریاچه آنجیکونی تو کانادا قرار داره. شلوغی زندگی روزمره و بچه‌ها در حال بازی، بزرگترها در حال انجام کارهای خودشون. عطر و بوی پخت و پز غذا رو تصور کنید. حالا همون روستا رو با سکوتی ترسناک، خونه های متروکه و وعده های غذایی که تموم نشدن، زندگی که اونجا جریان نداره تصور کنید. این یه اثر تخیلی نیست، بلکه واقعیت گیج کننده ناپدید شدن دریاچه آنجیکونیه. یه دهکده ناپدید میشه و دیگه هیچ نشونه ای از ساکنینش پیدا نمیشه. سال 1930 بود. جو لابل تاجر خس که با دهکده و ساکنینش آشنا بود، با صحنه عجیب و غریبی روبرو میشه و روستا رو خالی از آدم میبینه. هیچ نشونه ای از مبارزه یا هیچ نشونه ای از مهاجرت دست جمعی وجود نداشت. روستایی ها انگار تو هوا تبخیر شده بودن. وسایل و غذا و حتی سگ‌هاشون رو جا گذاشته بودن. این حادثه اسرارآمیز موجی از ناراحتی رو تو سراسر کشور به راه انداخت و جستجو برای روستاییان گم شده رو شروع کرد. از این نقطه به بعد ناپدید شدن دریاچه آنجیکونی به یکی از مرموزترین رویدادهای تاریخ کانادا تبدیل خواهد شد. این داستان مرموز، ناپدید شدن و سکوت، همه باعث شدن تا ما درباره این اتفاق صحبت کنیم و سفر ما به دل این معمای گیج کننده شروع شد. جامعه اینویت دریاچه آنجیکونی بخش جدایی ناپذیر از چشم انداز منطقه بود. روستاییان به دلیل سازگاری خودشون با شرایط قطب شمال شهرت داشتند و زندگی ساده و در عین حال قدرتمندی را در زمین‌های اطراف دریاچه داشتند. قبل از اوایل قرن 20 سواحل دریاچه آنجیکونی محل زندگی یک روستای پررونق اینویت بود. این قبیله خودکفا بود و برای امرار و معاش به زمین و دریاچه متکی بود. روستاییان تو شکار و ماهیگیری و ساخت ابزارهای ضروری از منابعی که طبیعت در اختیارشون قرار داده بود مهارت داشتند. مردم اینویت جمعیت بومی مناطق قطب شمال تاریخ غنی و پیچیده‌ای به هزاران سال پیش دارند. بقای آنها در شرایط نامناسب گواهی بر سازگاری و انعطاف پذیری آنهاست. ناپدید شدن روستای اینویت در سواحل دریاچه آنجیکونی یکی از گیج کننده ترین رویدادهای قرن 20 است. این حادثه گیج کننده که اغلب به عنوان ناپدید شدن دریاچه آنجیکونی از آن یاد می شود، در بیابانهای سرد و یخبندان نوناوت در کانادا رخ داد. جو لابل به خوبی با منطقه و ساکنای اون آشنا بود. تو نوامبر 1930 به روستا رسید و انتظار داشت چهره‌های آشنای مردم اینویت از اون استقبال کنند. در عوض اون به یک دهکده متروک و خالی از آدم برخورد کرد. دیگه غذا هنوز روی آتیش بود و کلبه‌ها پر از لباس‌ها و غذا که حکایت از خروج ناگهانی و بدون برنامه داشت. تو اطراف دهکده لابل جنازه سگ‌های سورتمه رو پیدا کرد که با وجود مواد غذایی زیاد از گرسنگی مرده بودند. این اتفاق نمیتونست عمدی باشه چون سگ‌های سورتمه‌ای ارزش زیادی برای اونها داشتن. توی گزارش وحشتناک از وقایع در قبرها باز شده بودن و تمومشون رو خالی کرده بودن. اینها جزئیات گیج کننده ای بود که جرقه تحقیقات اولیه درباره ناپدید شدن دریاچه آنجیکونی رو زد. اما اونا تازه آغاز راه بودن. با پخش شدن اخبار اتفاقات عجیب تری تو حوالی زمان ناپدید شدن ظاهر شد. پلیس سواره سلطنتی کانادا این حادثه رو بررسی کرد اما هیچ مدرک قطعی پیدا نکرد. روستاییان بدون هیچ ردی ناپدید شدند و رازی را پشت سر گذاشتند که همچنان محققان و مورخان را به خودش مشغول کرده. ایده های زیادی درباره محو شدن مردم روستا وجود داره
مثل طوفان ناگهانی، مهاجرت دست جمعی و از همه اونها پر سر و صداتر دزدیده شدن توسط بیگانه ها، اما هیچی هنوز معلوم نیست. چند تا شکارچی گزارش دادن که تو حوالی زمان ناپدید شدن، یه نیروی نامرئی داشته اونها رو تعقیب میکرده. ساکنای مجاور دریاچه تو زمان ناپدید شدن مردم روستا گزارشی از نورهای عجیبی تو آسمون اطراف دریاچه آنجیکونی دادن. اپراتورهای رادیویی محلی تداخل‌های عجیب و سیگنال‌های ناآشنا رو تجربه کردند که باز هم با زمان رویداد مرتبط بود. این اتفاقات عجیب و غریب مجموعی از رویدادهای غیرقابل توضیح را به تصویر می‌کشه که منجر به ناپدید شدن روستاییان دریاچه آنجیکونی میشه. این رمز و راز بسیاری را مجذوب خود می‌کند و ترکیبی از افکار و عقاید را ایجاد می‌کند. آدمربایی بیگانه، تئوری دزدیده شدن روستایی‌ها قوی ترین احتمال تو بقیه نظریه هاست و به همون اندازه غیر قابل توضیح. خیلی ها این باور رو دارن که ناپدید شدن روستاییان کار موجودات فرازمینیه. مهاجرت دست جمعی. خیلی ها با اشاره به امکان مهاجرت دست جمعی توضیح منطقی تر ارائه میدن. آنها پیشنهاد میکنند که روستاییان میتوانستند به دلیل شرایط آب و هوایی سخت یا کمبود مواد غذایی تصمیم به جابجایی بگیرند. اما این سوال همچنان ادامه دارد: چرا آنها باید وسایل خودشان را جا بگذارند؟ توطئه دولت. تئوری توطئه مبنی بر اینکه یک نهاد دولتی مسئول ناپدید شدن است در جریان است. برخی معتقدند که روستایی‌ها و ساکنان آن به دلایل نامعلوم نقل مکان کردند. شاید یک عملیات مخفیانه یا یک آزمایش اشتباه انجام شده است. این امر غیر معمول نیست که دولت‌ها رازهای خود را حفظ کنند، به ویژه زمانی که امنیت ملی را شامل می شود. آیا حادثه دریاچه آنجیکونی می تواند عملیات طبقه بندی شده دیگری باشد که ما از آنها مطلع نیستیم؟ به طور کلی ناپدید شدن دریاچه آنجیکونی تا به امروز یک راز باقی مانده است، بدون هیچ توضیح قطعی برای ناپدید شدن کل روستای اینویت. به نظر شما چه بلایی سر مردم اینویت اومده؟ خیلی خوشحالم که این چند دقیقه رو کنارت بودم. ممنون میشم کانال ما رو سابسکرایب کنی تا بتونم دوباره ببینمت. اگر از این سبک از دانستنی ها خوشت میاد، ویدیوهای پیشنهادی رو از دست نده. ارادت.